دختر افغان هر زمانی قهرمانی می کند، در مسیری زندگی جان فشانی می کند. عفت و حجب و حیا باشد شعار پاک او، با وقار خویش فخر جاودانی می کند. در نبردی زندگانی کوه صبر افکن بود، بهر حفظ آبرو خانه بانی می کند. همچو رابعه به کف دارد قلم در راه علم، در مسیر معرفت میزبانی می کند. گرچه می بارد به فرقش آسمانی حادثات، باز هم با صبر خود شادمانی می کند. او نه تنها مایه فخر تمام ملت است، عالمی بشریت را راهنمایی می کند.